به نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالم که یک شب دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه لایف از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، من از طرف خود امشب شب دوم عید سعید فطر برای شما دوستا نازنین بیننده ها تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خدا کنه این 3-4 روز عید و مثل ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری شد. هنرمندایی که در کنار مانم از همسر فرزاد جان شروع میکنیم که یک نفر برای شما خود معرفی کنم. مهربان باش که این عمر گران میگذرد. مهربان باش که این عمر گران میگذرد. قدر این لحظه بدان که چرخ زمان میگذرد. بر لب گل بنشان دست فقیری تو بگی، هرچه با هر که کنی بر تو همان میگذرد. به نام یاد خدای رحمان الرحیم با عرض و سلام و خستن و متوجه لایف بیننده هستیم و همچنان جان جانو همکار عزیز ما و آقای غلامی عزیز و امینی سر محترم. باشه باشیم. خود نام هم تبریکی بدم، شما تبریکی عید بدیم، نام خود دیگه از طرف من در عید باز هم برای شما عید سعید فطر رو برای شما تبریک میگم. امیدوارم که همیشه مثل همین عید برید، همیشه خوش و خوشحال باشین و زنده باشین. عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد. عیدانه فراوان شد تا باد چنین باد. به نام خداوند بخشنده مهربان غلامی هم یکی از هنرمندان کوچک که شما از تئاتر و سینمای ولایت هرات خدمت برادرانی که از کانال هراتبورگ ما رو می‌بینن سلام و خسته نباشی خاصی به شما دارم که بیرون از کشور. خدا کنه که عید سعید فطر به خوبی و خوشی سپری کنید که تمام آرزوهای مردم افغانستان اینه که صلح و امنیت به سر تا سر افغانستان بیاید، که اون برادرای هم که بیرون از کشورن به جمع خود هموطنان خود بپیوندن. پیروز و موفق باشید. من سلام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز کانال طنز هراتبورگ در کجای دنیا که هستند یا در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان. عید سعید فطر به جناب تبریک عرض می‌کنم. خدا کنه که اونم عید خوبی داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ایمان غلامی یک از هنرمندان کوچک شهر هرات. عید سعید فطر برای همه شما می‌گیم. زنده باشیم. شکران جان هم فرزند گیلکه، او هم تبریک برای شما میگه. مثل که تماس داریم. السلام علیکم. ساعت شما خوبه برادرم؟ اینجا نشتنیم برادرم. ساعت شما خوبه، جان شما جای خوب و خوشیم انشالله. قربان عید شما مبارک، عبادات شما قبول و سلام خاصی هم تقدیم میکنم خدمت دیگر عزیز آقای امینی گرامی و این برادر که تازه دیدم. خدا کنه که انشالله دوباره ساعت کامل باشه. لایف آمدین، خیلی خوشحال شدم. گفتم باشه که یک زنگی بزنم چند تا سوال من امتحان بکنیم که وقتی برای ما امروز کتاشه اگر چه به افطار 3 ساعتگه برای ما بمونده و شما که الحمدلله خوشبختانه اینجا عید کردیم و اینجا از ما عید نشد که روال که بالاخره از طرف عربستان سعودی که بالاخره اعلان میشد روزه بگیریم و گرفتیم و که اونا اعلان کنن عید کنیم عید میکنیم. در کشور خارجی مسجد موقع است، مسجد ترک‌های الحمدلله برنامه نماز عید ما برای تواصل گفتم که باشه یک خوش آمدید بگم برای شما بالاخره یک تبریکی عیدی دیگه. خیلی خوشحال شدم. زنده باشیم. شما قربان شما، نماز و روزی شما قبول باشه. دیگه امروز اول عید سعید فطر بود به افغانستان، بازم برای شما که فردای تبریک میگیم. قربان شما، تشکر، سلامت باشین. نیم جان من برای وقت شما خیلی زیاد نمیگیرم چون شاید دوستا پشت خط منتظر بمونم. امروز چی رقم بود؟ آل هوای عیدی در کدوم منطقه بودیم؟ نماز عید با شکوه انجام شد؟ زیاد بودن مسلمان آماده بودن یعنی که بعضا هست بالاخره برنامه نماز عید خود سبایت شاید انداخته باشن. قربان شما زنده باشین. برای ما ساعت 6 صبح خود هنرمندا برفتم به زیارت جا، به عیدگاه زیارت جا. از اینجا هم از نماز عید هم از میله
برنامه ثبت کردیم، بعد اونجا رفتیم به سیاوشون به خجومت کنج جان، از اینجا هم برنامه ثبت کردیم. به نماز عید سیاوشون که نرسیدیم، خدا قبول کنه نماز عید به زیارت جا ادا کردیم. بالای امکان داره 50,000 نفوس بیشترتر، 50,000 نفوس. تمام اون دشت هم موتر و خلایق بود و سکیل و اینا که از شهر چردودر می آمدم. انشاءالله به زودی به نشر میرسه با برنامه حتما مشاهده کنیم ببینیم. بسیار مردم روی خوب داشتم، همیتا شاد بودم، همیتا موفق بودم. امنیت هم که همیتا شکر فضل خدا به کل 120% امنیت. الحمدلله باور کنیم این پیامو خوشه که ما از شما میشنویم، نمیدونم شادمانی مردمان خود این با شکوه بودن این مراسم های مذهبی ما خدایی ما خیلی یعنی تو به زبان عامیانه شما بگیم چاق میشه واقعا. خدا خیلی خوشحال میشیم دیگه. خدا رو شکر خدا جل جلاله دیگه. اگرچه که این دعا بسیار تکراری شده دیگه، نمیفهم که میگن صلح تا سرتاسری، خدایا که همین صلح سرتاسری شامل حال ما مردم افغان میکنه و ما بتونیم یک قوت برادری بتونیم بیایم هر فرقتیم بیایم در کنار خانواده و باور کنیم همین تلویزیون که برای این تو شما ما گل بکردیم عوضه که این برنامه وطن کسل میکنیم، عوضه که دل ما تنگ شده دنبال افجاریا با، عوضه که دل ما تنگ شده دنبال فرهنگ با. چکار کنیم؟ تشکر از شما، خیر ببینیم خونه آباد. وقت خوب و خوش زیاده میگم نینجا همی چی با کجای همی چل برای دیگه بخاطر که عید بیدگنه رو بم خونه بیچاره همه عید اول مادرم خدا بیامرزه بودن انا تلفن دیگه نتونست بیاید. خداوند جل جلاله تمام رفتگان مغفرت کنه. خیلی خوشحال شدم نیم جان روزای عید خوشی داشته باشین دیگه. انشالله منتظر برنامه هستیم که هم برنامه هست بخیر بیاید دیگه که بتونیم برنامه رو ببینیم. روز خوب خوشی باشه یا شب که اگرچه که فکر میکنم شب خوب خوشی داشته باشیم. ایام به کام شما، احترامات خدمت همه دوستان کردیم. خداوند نگهدار شما. انشاءالله الحمدلله مردم اینجا خدایی خیلی شاد بدن. خب نمازی هم میگه اگر بشد برولند امسال نصاب در سال چی احساس کردیم؟ احساس این کردم که همین مثلا ترقه و اینا کمتر نبود، اصلا نبود برای منطقه ما اصلا این منطقه شما نبود ولی بعض از این منطقه بیدن کم بیدن، یعنی 5% بیشتر نبود. اما کارهایی که ما شما کردیم، فیلمایی که ساختیم و می ارتباط خب تحصیلات رو نمیذاره دیگه. شبی ای دست و ای جانان ای من شده مانند زندان خانه من بی و دستی خوب میدی روان کو الله تسلا شدی دیوانه من جان محبوب گل بیت الجمال من تو باشی، بسر عقل و کمال من تو باشی. آی مدروزی ماشد الله ترزوی امان من تو باشی جان محبوب. کنج باغچه دلم ماتم گرفته خدا آسمان مار به دست کم گرفته. چرا نمازیشون شدن به شهر هرات لبی بانخون بیارم غم گرفته. چرا لبی بانخون بیارم غم گرفته. چرا خدا چری جو شد هرا جان هرا چری جو شد هرا جان
فرهاد جان. خب دوستای نازنین بازم شما خوش آمدید میگم. ای دلم برای شما تبریک میگیم. شماره زیرنویس هم هست 2093 797 27 21 31 شماره واتساپ. میتونیم شما تماس بگیریم. اگر دوست داشته باشیم با هر هنرمندی که هم کلام چی میتونیم با اونا صحبت داشته باشیم. میگم اینم میفهمیم که امسال همین نماز عید که ما خوندیم یک احساس خیلی خوبی که من داشتم گفت که مردم نسبت به دیگه سالا آرامش بیتر نماز عید از چه عراس نداشتیم عراسی نمیده. اگر چی مشکلات واری به ولایتان ما شما وجود بیامده ولی شکر خدا به ایراد همین اخوات برادری هست بین برادرای ایرانی. اگر حضرت و هر نجاتی که هستن دوستی و صمیمیت هست. هیچ وقت نمایم که خدای نخواسته همسایه یا مثلا امکیش اینا یا از بخول امکیش اینا نباشه. نمایم که خدای نخواسته یک ضربی بودینا بکنه. خیلی خوشحال بودم مردم که به صلح و آرامش تونستن نماز عید بخونن. خب از اینکه تا بلیندا مثل که یا مصروفم یا بازار کوچی بری هم متوجه نشدم. انا چی خوبه که مثلا شما کمک کسایی که ما رو بلینده هم مثلا اینا رزی بسازیم. از شما 4-5 نفر اگر میتونیم مثلا یک نمایش کنیم در رابطه یک چیزی کار کنیم. میگم لالا من تا به کی همین که بی سرنوشت باشم. تو زن داری، خونه داری، کار و زندگی تو تیاره. به من میگی صبر آخه صبر من دست جبره. من این دختر خاله اما مسعود مایم شما میگیم نه. من خودی بابوی یک روزی جنجال کردم نمایه که علی خیشی سر میگیره. آخه یک روزی شما جنجال کردیم گناه چی؟ من مگرم که زنده بیرا باشم. باید باشیم به خاطر که اون مرزولی هر نمیره. میفهمی؟ آخه تا به کی نبدیلی؟ تا به کی همین مشکلات رو به وجود میاره؟ از من کینی شطوره. میفهمی یا نه؟ سکون ببخشید معذرت در شما رد کردم. مثل که تماس داریم شما جواب داریم. بله بفرماییم دوست عزیز ما. اگر گفتنی چیزی داریم خود معرفی کنیم ما به خدمت شما. قربان شما برادر شما خوبیم. ساعت شما خوبه. عید شما مبارک. شکر الحمدلله. شما همچنان مبارک. تشکر از برنامه زیبای شما. قربان شما. لطف شما نه. نام شریف شما از کجا به تماس شدیم برادر؟ داوود عبداللهی از ولسوالی قشنگ‌زر. بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدیم. امروز چی رقم بود نماز عید با پشت زربان گپ بزنیم. خلایق نام خدا زیاد بیدار. ما نیت داشتیم بیاریم منتها نرسیدیم نشد. الله ما کنیم جو نماز نخونیم به ایران. فردا بخیر عید از ما فردا بخیر. شما خود معرفی میکنید که پشت زربان ما گفتم الله از دیگه ما مالی هم شما به ایران دیگه خیر بینید. و بازم شاید برادرها پدر اینا اطلاع داشته باشن. بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدیم. ما هم چنان خوشحال شدیم. قربان شما. برنامه زیبای شما خیلی لذت می‌برم. تشکر. هر خواهشی که داشته باشیم از این هنرمندا به خدمت شما نه. دست شما در نکنم. باشه کار خدمت با شما. تشکر برادر خیر بینیم. خونه آباد. ولی بفرماییم عید شما تبریک باشه. خود معرفی کنیم. سلام علیکم. بنده امیدیم از جرمنی.
انشالله که عید شما مبارک باشه. تاوت عبادات همه ما و شما قبول درگاه حق کرده. خیر هستیم، سلامتی. سلامت باشیم، پیروز و موفق باشیم. گپ بزنیم روزه به خوبی و خوشی تیر شد. عیدم کنه انشالله به راه به اون کشوری که شما هستیم. دیگه والا خوب بود، رمضان خوب، ولی عید مثل ایده افغانستان اینجی او صفا و جوش و خروش نداره دیگه. امرو وقتی اینجا ما به افغانستان روزه گرفتیم، ما به افغانستان رو امرو عید کردیم. خب بیشتری مهم دارم. خب گفتنی چیزی داشته باشیم هنرمندا به خدمت شما نه. تیار خوشحال باشیم، خوندنه که همه بکنیم دیگه. نمیشه که ما همه کیف کنیم سهر ما دیگه احساس کنیم افغانستانی. بسیار خوب، بسیار خوب. خب بچه شما به خدمت شما مرا آهنگی که ما این فرمایشتیم که ما بکنیم دست جمعی. تشکر نیم جان، نمیته بهم عید دیگه خوندن نمیته خوب و خوندن خوبی بدیم دیگه ما پیش بکشیم. وطن داریم گل عید مبارک، خوشی و دید و باد دید مبارک، خوشی و دید و باد دید مبارک. وطن داریم گل عید مبارک، خوشی و دید و باد دید مبارک، خوشی و دید و باد دید مبارک. آنه به خاطر کوتاه میگینیم که دوستا باز مثل که پشت خطم انا یک وقتی از ما دیگ نشم، چون دو هفتم تقریبا 200-300 نفر تماس موفق داشتیم که برادرها با بعداً با ما تماس گرفتن، گفتن ناراحت شدیم. استاد بله بفرمایید. پس مزاحم شما نمیشیم. خدا حافظ. قربان شما. دیگر خیر بریم. بله بفرمایید. الو مثل که اینترنت پول نداشت شما که تماس ها که نگرد شد بچه همه نه. اگو ایلا حال خوب شد بیاد ماما. بله آخه برنامه عیدی تو آمادگی به اینا گرفتی. آخه این کلا چرا سر و این حالا دیگه رد از این دفعه نپور میشه برنامه عیده دیگه. کلایی به دردی متصل. این انواق و مقبول دیگه من چه زرگرمی میکنم. اونا بیلر میه از صبح به سر وزیفه در نبره گزارشی برای ایوله برفته بارداره. عید آمد، گل آمد، یار آمد، خوش آمد، دوستان مبارک، عید شما مبارک، عید شما مبارک. عید آمد، گل آمد، یار آمد، خوش آمد، دوستان مبارک، عید شما مبارک، عید شما مبارک. خب استاد یک نمایش خودی ایمانجان که نقش فرزند شما داشتن که بر مکتب به آهنگ آقای نیدیش که میرفتن خودفتک نمیدن من نقش کار کنیم که اونجا صدا شما نبودد بیننده بفهمم که همونجا شما به آدم چی میگفتیم. بچه خوبه کردم برزنان مدر بزنه میخوره تو آیده کشوری مگه درس بخونی بفهمیدی بوده که ما برزنم ما شما کمک کنم درس شما رو بگیرم. درس ما بگی آفرین بفهمیدی بعضی که درس میخونی خودمون کمک کن نه که تو درس ندی به خودمون تضمین کنی چون خود هنوز من تلنه‌ای دارم اون کار کردن دارم تو برو درس بخون توری خدمت به مردم وطن فرو ولی شما پیر شده من مزدانه کار کنم بده نه بچم پیر نشدم اگه جوریش مسافه شده قلبم جوانه بله بفرمایید خود معرفی کنه جان برادرم سلام. زنده باشیم. شما خوبیم؟ ساعت شما خوبه؟ زنده باشیم. شما نام شریف شما از کجا به تماس شدیم؟ قربان شما عید شما مبارک باشه. عید شما مگه شما جای نمیجان هستیم برادرم اعمال که خود شما مستقیم قبل میزنیم. با هستیم سالی سلامتی فضل خدا شکر. اینا با
شما البته عید نداریم به اونجا. جان چرا ما عید داریم؟ با خاطر من کمک شک شدم چون دوستا گفتن که ما امروز هم روزه داشتیم. ما گفتم البته شما با فکر بعضا جا اصلا واقعیتش کدام ما روزه نگرفتیم. چرا برا؟ ما رو مریض بودیم نگرفتیم ما خود نگرفتیم. خدا شفای بده. خوب دیگه با قضا خدای پاک شفای بده شما. این نشده فردا میشه. خیر باشه بخونم کار. فرق نمیکنه ولی این مسجدها ترکای مالکویای همه با هم دیگه عید میکنن فردا. بخیر باشه. غیر افغانستان دیگه هیچ کشور ایران نکرده. خیر باشه بخیر باشه. قربان شما خوشحال شده که مدیر شده شما. زنده باشین سلامت باشین. نمیشه. مدیر چی شدم؟ دیگه مدیر شده که نه بابا مدیر و کجا من شخصی هستم که هرچی جنجال بیخم منه. خوبه دیگه باشو. بسیار خوب. هر فرمایشی که داشته باشیم این هنرمندا به خدمت شما هم. ما خدا شاهده تعریفیم از دو هنرمند محبوب ما که اونا رو خیلی دوست دارم واقعیت خیلی جدی بدی میکنم هر دو جایی زنده باشین. که دیگه بهتره به خدا نمیشه به سبب ما اسپانیا هم فراموش کرد رو بخشید دیگه منتهاش یکی از یکی دیگه بهتره واقعا بهتره شما باید سریال بدید غلام سخی جان غلامی، استاد محمد یعقوب امینی، ایمان جان غلامی اینو که به چهت به چای ندارم خودش ما کار میکنم و برنامه‌اش ما تعقیب میکنم خیلی نمیشه قربان شما میگم همین چیز عملیات شما کنه میره جان چی؟ همون 60 خود که میگذاریم بریم سبسکرایب تو همون زنگولگر کانال رادبورگ نه که فراموش کنیم شما مطمئن باشید که ما زده موریم بازم هر روز ما میزنم و دوستا هم بگیم او حتی ریکلامات کوتاه رو من نگاه میکنم ریکلامات کوتاهه و ریکلام میذارم مثلا 7 دقیقه اینا نگاه بکنید که شما ممکنه یک چیزی بدم ولی ما ریکلاما 1 دقیقه و 40 ثانیه اینا رو نگاه میکنیم واقعا بسیار خوب سریال 4 تا کار هم بدیدیم که ایمان جان چی لازمه پرفیل پیش مدار خوب جون بیار بالا 4 تا کار اسیاونی داریم برنامه‌اش کلا راست میگین قربان شما یعنی غیر از شما و طنز 4 تا طنز داریم شما دیگه الان ما دیگه 4 تا 3 شبکه شده ما دیگه فعلا هم کانال هراتبورگ و یک کانالی هم داریم خودی هم کار میکنیم غلغلات دیگه انا دیگه کانال مانال ما نداریم برادر بعضا برادرها از ما سوء استفاده میکنن بعضا برادرها من بعد 20 سال 15 سال پیش فیلم ساختم فیلمام من میارم به اسم نعیم جانو خود من کانال نعیم جانو میگیرم به نشر میرسونم ما فیلم دیگه چیزی نداریم کانال دیگه نداریم بفهمیدیم همین کانال به خدمت شما هست برادر من درسته خود دو تا کانال دیگه هست که اونا رو نگاه میکنم کانال آقای جلیل دیگه ما بودیم یک وقتی خودم کار میکردیم حال فعلا نیم خوبه اما یک سری دیگه هم به شما تماس گرفتم بله اونجا بودیم گفتم به خود چیز کنیم گفتم ما تلویزیون ای گفتم بابا ما تلویزیون اینجا یک شماره حساب ما که همین ما مختلف حساب شما کاری نداره دیگه راست شکر کاری باشه خدمتی باشه قربان شما همین کانال رادبورگ به خدمت شما هر وقت هم به خدمت بودم به خدمت فرمایشی گپ همین شب عید هم هست همین خودم فیلمه که از آقای چیزای همین اگه میکنید فیلمه رفتم به دم شهر نو کمشا خوردادم گیرو خوردم یا خوراک چلو آخی ببردم بلمن رفتم به پول درواز بل خور کردم دراز خورد به پینک شانواز آخی ببردم بلمن برای من
خاطر کوتاه گرفتم که دوستا پشت خطم ناراحت نشن. قربان شما، پس من مزاحم شما نمیشم. قربان هر سه تا شما. حتی این بچه هم خیلی خوب بازی میکنه. وین جانا. ایلالا جانا این بچه آقا بلنده اینا دیگه پیار از اینا دیگه برادر 15 ساله بودم مال نام خدا 75 سال سن دینایه. اینا فرزندم هنرم دیگه مرارم نه. خوبه دیگه نه اینجا انشالله محبقیت ها شما از بعد دیگه. قربان شما فرزاد جان هم امینی که میشناسین فرزاد جان یا ممو از بس که تو آزرده دلم راجی داریم که نشی من مطرح نای نای تتر نای 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 هزار پیزال داره این شهر یکی مثل بی بی فرزاد نمیشه. همون بی بی فرزاد که ما خونده بودیم از اینی آدم بودن. بی بی عزیز بودیم هم از هنرمندان خودمون کار میکنه. اگه همین چرا هم به طرف خود بگیرم بخیر و خوشی. باشه انشالله باشه بخیر به خدمت هستیم. قربان شما. تشکر. خدمتی یاد موفق باشید خیلی. موفق باشید. قربان خدا. قربان شما. کار شد دیگه سه گریه میشه آقا بخواد دل من گریه میکنه که همین مسئله خیشی چه کار تو هم تو خودی مردم کینه داری گناهش چیه که من گره بیزن باشم بگو تو خاطر کی گریه میکردی؟ خاطر خود خود بله نه مقداره تو خاطر من گریه میکنی دل تو بسخته مرزم نمیدونه خودی قرم ما کینه داره تو به واسطه من گریه نمیکردی نه باشه شما خیلی خوشی تا ببینید ایده قربون کلام با من که زن بدم با شما شد زن بدم بابا بازی گریه کنه مال مثل گرمونایی که مال من همین خلمون شد و مال کسی به من زن نمیده ریش مثل بچو لالا بیا همین مشکلات مرال کو دیگه اخلاق خوب کو کار کو درمزدای باش که مردم دختر خودم تو میدم چرا کینه بدیم میگه کینی شد تو بیدارم نمیدونم مخدش میدارم که نمازگاه بیه از برو بده ساعت بکنیم دوستانم بده ساعت بکنیم شیر خوش دوستانم بچه کو برو کار کو زمان بکش تلاش کو هر وقت میگم زن بگی تو فقط از طرف من زامن شو خوب که من شو روز کار کنم بچه که برو من امو کسی که من مایم امو چی میگن سیامو کنم میگم کاکا جو خیلی شما منی 100 سال اول شد نزنید دیگه هیچی دیگه من 100 سال اول دیده باشم به 100 سال میام هم میرم به زیر زمین من زمانت در زنا میکنم بابا که اصلا به زنا نام زن نگی درسته؟ نه شما چکار میکنیم هم شما که طرف برید برادر شو روز کار میکنم از صبح تا به شام بگی بیل بزن بیل میزنم به شرطی که همین مسئله خیشی کار که میکنیم سر کار اخلاق نداری تو سوایت کار بودم میگم پای چشم تو ابروه کار ایله میری بیبرم خزی میایی میگم خاطر سیامو که شده خب اگر تا سر من بزنه کاری نمیکنم فقط همین خواهش میکنم بگی روی بسن سنگ سفالا به سر از اینو نخورده شما برای سنگ سفالا به سر خوب بزنیم یاری من هر دو سنگ باشه سفال بشه سر سلام برادر عزیز عید شما تبریک باشه بله بفرمایید ما در خدمت شما سلام علیکم بله بفرمایید خود معرفی کنید سلام شب بخیر چه خوشحالم بخیر خیریته شکر الحمدلله شب شما بخیر باشه خود معرفی کنید زنده باشین سلامت باشین از شما ممکنیم خود معرفی کنید از کجا تماس گرفتین الو بفرمایید خود معرفی کنید که نام شما چیه و از کجا تماس گرفتین برادر کوچک شما سلطان از تهران به تماس شدم خوب خوشحال شدیم در خدمت شما هستم هنرمندا بفرمایید زنده باشین ایده همگی شما تبریک تهنیت عرض میکنید زنده باشین شما همچنین عید خوبی داشته باشید شما همچنین برادر من زنده باشین نیمجان گل دوای سر شما مستمتع خوندن ایدی دیگه باید ما
انشالله زمزمه کنیم که ما این ملک مردم دیگه خیلی یاد کردی بدی شما گفتیم باشه یه زنگ بزنی از شما حواله بکنیم. چشم برارم چشم. چرا نه چشم میخونیم خدمت شما هستیم. این برادر ما آقا فرزاد معلوم نبود کجا بودیم الان واقعیت دیدیم خوشحال شدیم. برنامه نبودم اینا. زنده باشیم برادرم بودیم همین چند وقتی همین همین بعد از مصرفیت ها بود و بالاخره تا همین طرف همین درزار گرفتیم و بالاخره باز حالا بمانیم به خدمت شما هستیم شکر ولی ها. اینا درس خونه میخونه پیار از این شرکت مقدری ما کرده. همین جا خورده دلداری میده. سلامت باشه بابا فرزاد محبت باشه. زنده باشیم برادرم خوشحال شدیم صدای شما شنیدیم. تشکر از شما قربان شما خیر بینید. تماس نهایت شده است. نگو یادم از یک جای آمد میشه که درد دل خود یک 4 بیتی بخونم. آخ سری کوی بلند میزنم شطور گم کرده ام پی میزنم آخ شطور گم کرده ام شطور شایی شرنگس میکنه یار جان کجایی وای میشاکی بر میکنه میشاکی بر میکنه دل یاد دل بر میکنه بگذار بنالم سبزمه تا کی بنالم سبزمه امشو که آدم به خونه رفت اولین گپی که برای وضع که مادر رو سلام کنم بگه برو در پیار مای اشیقی میخونه والله خطرناک شد میگم مادر خوبی بسی آدم از شیشی میدونم که بگر مشاکل نگاه آخه شهر عید من زندان نبسید جلو نخوردیم باشه چند تا جلوی بخوریم حالی جلو و خاکی در شما بدارم زیدیش این جلو باش که مادر از این توشب کوری بیخی دارم دیگه میزنم تا سر میره این 4 تا رو هم کنده میشه دیگه مفلت همین 4 تا رو بمونه خیر نگی چی خب باش یک آهنگ رسید به لالا بخوریم آها بخوریم ایدی تماس داریم. بله بفرمایید. الو تماس قطعه. بله کاش که دل سنگیت نرم شوه نازنین تا که دل سردیم گرم شوه ما جبین کاش که دل سنگیت نرم شوه نازنین تا که دل سردیم گرم شوه ما جبین سری آستینی ما را کنه دیدی خود هوشیار مرا دیوانه دیدی بدیدی شیدایت چیزی نداره سلام علیکی خور از من دوریدی کاش که دل سنگی نرم شوه نازنین تا که دل سردیم گرم شوه ما جبین کاش که دل سنگی نرم شوه نازنین تا که دل سردیم گرم شوه نازنین نگاه چی گفتنی دیگه داره؟ بله بله سلام علیکم ساعت شما خوبه برا میشنم برا من شما خوبه با بشه پیش در برا جانت جوره زنده باشیم اول خوبه ایده شما مبارک سلام همچنان هستم ایت مبارک خوبیه شکر فضل خدا چه
فضل خدا برارم شما خوبین؟ خدا شکر یا کجا برای یک زنگ هم نمیزنی خبری هم نمیگیری. با خدا بخشش باشه دیگه نشد اگه زنگ زنم به خاطر که مصروفم گرفتارم رد برنامه. خدا ببخشه برای خدا ببخشه. از کجا به تماس شدیم برارم؟ خوب است. خوشحال هستی برای؟ شکر. خدا شکر امتیاز خوشحالی از شما برای. زنده باشین، سلامت باشین، تشکر از شما. از کجا به تماس شدیم؟ بله. تماس را قطع شده. مثل که اینترنت برای نکتوریگه که پنیپی بندازیم که صدا شما بیشتر باشه. دوستان ناظرین، شماره واتساپ اگر چیز زیرنویس هم هست بازم میگم برای شما که بعضی دوستان متوجه شاید نباشم. 2093 797 27 21 31 شماره واتساپ تماس میگیریم با هنرمندا، صحبت داریم، فرمایشی داریم، خواهشی داریم، ما به خدمت شما هستیم. به شرطی که باز گفتن کی بیدن سبسکرایب تو عملیات شما نره دیگه. باید که زنگوله من فشار دارم باید سرایبم بکنم دیگه. کانال ارادبول که فکر کنم کانال خودی داره دیگه، همیشه اون رو مداخل تشویق کنم. نظریات پیشنهاد هر که انتقال افزار ما به خدمت. بله. بگم چه دل تو درد میکنه؟ چکار کنم به درد میکنه. درد میکنه خواب هم رنگ توشه دمی که مثلا بیبی خورفتی هم پسته و خسته و هر چیزی که بودی بخوردی دیگه بازار یه میدی که دل درد. چکار کنم به درد؟ چکار کنم؟ دمی که میگم پرخوری نکن آخه سر روز عیده مگر همیته هر چی که میگیم تو به بخوری لا این روشه میخوری همه زنگانه میکنه بابا باید آدم که خوری کنه ای پرخوریات رو دیگه هنو لازم کجا به دکتر بیمارشم تو ببر رو میگه خودم نشوام بوده آخه رو گفت نیه که خیلی باشه بیوی از یه آدم بگیرفته کمک که همی توی تا که نبو شده اینا رو با پشت بون بباد کرد ای خیلی تا خوش شه اینا رو برفت اشیاء خوزه تو مگزار بخورده کام پر اگر بخواکه حالا چکار کنم تو؟ مچون من میگه دلت باشد که تو دیگه تو مغزار پشت بون نخوری هر چیزی نخوری مگر آدم روش کنه جلو شکم خور بگیره اگر به من میناله می مرشه هم نمیتونم تو به دکتر بود ما این بوکس وجود داره مجانیه اگه تا به زمان زنده بدن که دیگه دل نشدن بگیم تو نمیفهمیم بابا بوکسات و دیگه نمیشه که دلبند از این بکنی دیگه آقا جان ایدی مانده که میدی ایدی؟ ایدی با تو بودم با تو از این ایدی بودم که باز بریم کرقا و از این تو بنجا پلسیکی بزن به چیش ما مردم بزنیم آفرین تو با خلق میندازی تماس داریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم شنه چی آواز داریم؟ معرفی کنیم که شما کجا هستیم؟ راضی و از آلمان. خوب بسیار خوب خوشحال شدیم در خدمت شما هستیم. روزه و نماز شما قبول باشه، عید شما تبریک باشه. نماز شما قبول باشه، از دوستا قبول باشه. خوشحال شما این برنامه شما نگاه میکنید. بازم خیلی از شما درد نکنه. دلگرمی میشین برای این مهاجرایی که بیرون از ایران و افغانستان. تشکر عبدالرزاق جان. زنده باشین برادرم. شما یک دلگرمی به ما میدین؟ چرا که نه؟ شست خودی کنیم. زنگوله میگم فشار دیم. به دوستا هم بگیم لایک هم بکنین، سابسکرایب هم بکنین دیگه برای ما هم دل شما مگرم تنها گرم باشه گردن من باشه. آخر این کار رو خوب بکنین چند مصرف میشه نیم لیتر میشه من مال رید کنم. نه این کار میکنم. نه خوشحال میشین خدایی این برنامه شما ببینید. سلامت باشین برادرم، شما همیشه خوشحال باشین با فامیل محترم. هر فرمایشی امر خدمتی که با شما به خدمت شما امشب هستیم از کانال ارادبول.
خوشحال باشید. فقط ما صبح از اشتباهشون. خداوند شما رو کم نکنه. خداحافظ. خداحافظ. واقعا خیلی در دل برای که کم نبودو باید بدم بخور بعد سر بره کندشه اشته این مگر بورم همین بیبی از او دانشمندا قدیمه کلتوره و جوشونده چیزی بزی توشته که بعد هم دل از اتیاشه لافی نرفته باشه میگه کفسی گذارم بالا کردم حتما نه بس یک کار میکنم که نه سیخ بسوزی نه کباب. من ایزی از این میگیرم. چی؟ ایزه. اگر تماشون بیدیم خودکار که بینم پینات من کاش میگه که مثل چون بگیره تایید کردیم. که به دوست برای کاش نکا. بودم بیدیم میدم به دیار بیدم. تو هرچی بینیم خدا بیام من زبریم. همه چی گویی جو بیا که تیار نشده تو گرمی زده. ایونی ایزه گرمیه. گو تو بینیم من که شب تیار بیدم. ایزه گرمی چی خب باشه از اینکه وقت بیشتر نگیریم ما خوش دارم شما دو نفر یک آهنگ تنهایی شما بخونیم یک آهنگ هم تنهایی اینا بخونم هر کدوم شما میخونید که بینندان نگم که اکثری اینا چرا گفت میزنم خیلی خوبه تنهایی ما هم بخونیم شاپری بی وفا از ما رمیده شاپری بی وفا از ما رمیده غر کده ناز کده ما را ندیده غر کده ناز کده ما را ندیده دور به جاده می برم جان 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 دور به جاده می برم جان 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 به دخونچه می برم جان 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 به اجازه می برم جان 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 به سرگنچه می برم جان جان ببخشید دیگه اگه که میرفستی از آنگاه رو ببینیم سعی کنم پیار کنم یک آهنگ بخونم برو دیگه صدا میتونم بخونم هم از خود کنم برادرم هرچی بلده هر آهنگ ما چی میکنم هرچی بلدی هرچی بلدی بخون دیگه نمیتونم یکی کوتاهی باید 10 دقیقه باشه برو شوخی میکنم هرچی می اندازه نه؟ بله سلام و علیکم بفرمایید سلام علیکم خود معرفی کنید نام شما چیه کجا تماس گرفتین از ایران تماس گرفتم اسم من محمد چه خبر زنده باشی محمد آقا قربان شما عید شما تبریک پیشا پیش زنده باشی عید تمام مبارک باشه روزه و نماز قبول زنده باشی همچنین از شما که خوشحال هستین فرد خدا زنده باشیم سلامت باشیم تهران مشهد کجایین شیرازین زنده باشی ما مازندران به سری به مازندران سری عجب زنده باشیم سلام تقدیم کنیم اینا زنده باشیم سلام علیکم شروع کنید کم ساعت دیگه شروع نیه میگم خودم شروع کنم اما چی بفهمم شمایی خود تو بلدی بخون دیگه هرچی بلدی هم تو بخونم به تعمومش نمیشونی که صدا کنید هرچی من ما چی میفهم که دیگه چی که افغانی یا ایرانی ایرانی بخونه بله چی رقم که امشا خوندم معنی درسته و همون که میری مرکر میکنه باور کنید به تعموم امیته که صدا خود بالا میکنه قیق نکنه شما بدین اخی ما چی میفهم ایراد شهر صفا شهر خوشحالی شهر پر از عشق و وفا شهر خوشحالی
دل من عاشق ساز رباب است، از دور میبینم شوقیات تار است. دل من عاشق ساز رباب است، از دور میبینم شوقیات تار است. اگه در وطنم آبادی باشد، دیگر مرا ملک دیگران چی باشد. اینا گردن آدم موسیقی ها رو بچه باشیدن. اینا آدم همه چیزی میکنه دارم. اما اینا دیگه خوب جنگ و دعوایی ندارم. امیرم پس سر بزنم. تماس کنید. سلام علیکم، ساعت شما خوبه برادرم؟ الو ساعت شما خوبه، بخیریم برادر. قرآن سلامتی. زنده باشیم. نام شریف شما از کجا به تماس شدیم؟ بشیرمت و بندر عباس و ولایت هرات. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. چند وقت میشه رفتیم اینجا؟ قرار داره. جان. بنده دیگه وقت جایی که طالبا گیری. خوبه. کاربار شما خوبه؟ شو با سلامتی یا سلام برسم. زنده باشیم، جور و صحتمند باشیم. عید شما مبارک باشه. این شما مبارک باشه. سلامت باشیم. هر امر فرمایشی باشه ما به خدمتیم جمیعا. سیاری سلامتی سلام رسول الله. زنده باشین. سلامت بخیر باشین. باشیم. علیکم. نه؟ باز گرفت تو؟ کار شو؟ نگاه. دل میسوزه خیلی. او بله. چه؟ همین تو دل من اینا میسوزه که اصلا نیه. مای ماتیش گیرم. به کی دل شما میزید؟ تنگ به مثل گلی. او بله. اینا میگم من میام اینجا. خوب میگم آقای امینی دیگه خود کنار میکشه دیگه آهنگ نخون. خب یک آهنگ هم استاد میخونم برای شما. واسه داریم بخونیم. همون آهنگی که به سریال خیال پلو به سر زمین میاد. دوستای نازنین، یا فردا شب یا انشاءالله پس فردا شب همین شبای عید یک چند برنامه ما از نماز عید میلای عید سید فطر گرفتیم امروز که ایتو به شما بگم خیلی باید لذت ببریم. یعنی انشالله دیگه به خیلی خوشی به زودیم به نشر میرسه به شرطی که باز انمی سابسکرایب اینا یاد شما نره دیگه از کانال ایرادبرد بخیر باز تقدیم میشه برای شما دوستای نازنین. کسایی کنید که نام خدا این کوه سرسبز انبو شده. این ایدگاهی که به اونجا به زیارت جا جور شده و نماز عید میخونم و یکم به خجمت کنج جهان به سیروشون اونجا هم همیته که بیشتر بینندام و از اون مسیرها گذره هم. السلام علیکم، ساعت شما خوبه؟ خیلی نمیدونم سالمی سلامتی. قربان شما برارم. نام شریف شما از کجا به تماس شدید؟ نام شریف و محمد رضا از ایران به تماس شدید. خوشحال شدیم. بخیر. ساعت شما خوبه؟ عید شما مبارک. شکر الحمدلله. شما مبارک. سلامت باشیم. شما خوبین؟ فرمایشی هم و خدمته. تماس نهاد شد. تماس حیران دیگه تمام بعد از برنامه اینترنت ها بهتر است. انا بالاخره واقعا این دو خیلی کیف که ما که برفتیم نفوس نام خدا زیاد بدیم نگاه واقعا خیلی برابر همیتا منظم بود و نماز همیتا برگزار شد. نفوس زیادی بود نام خدا بدون سرصدا، بدون جنجال و بدون یک مثال یک تکی بشه. حتی پارسال ایتی بود که می کوچه ها بند بود در ترقه. امسال اصلا این ترقه نام نشدیدی. خب من از کی خواهش کنی که اگران دوستان بخونید دیگه؟ خوندن دیگه دارم عوض به شما بخونید. نه همونی که نمایش به شما کار نه به سر سریال که خوندن که سر زمین. کدوم سرزمین بود؟
جایی که درر میکنیم جایی که درر میکنیم، جایی که ورد بسپنده و میدین چهارمکی میخونیم رادیو شما برسنید نه اینجا نوازم میخونم یاد ندارم چه بیتی بیتی بخونیم. شما بخونید نوازم اصلا بخونیم بخونید آخ خداوندا مرا کن برف و باران، آخ خداوندا مرا کن برف و باران، آخ ببارون با پر و پشتای را، آخ ببارون تا گل و گلزار و گرده و گلچینده بیای مای تابان در بگیری در گریفتون. بله بفرماییم در خدمت شما خود معرفی کنیم عید سعید فطر به شما تبریک میگیم. بله بفرماییم. سلام علیکم سلامت باشیم، بیار خوشحال باشیم. خود معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم. روزه و نماز شما قبول درگاه باشه. پیروز و موفق باشیم، هر کار خدمت داشته باشیم. ما هنرمندا خدمت شما. قربان شما. از جناب جان جور بخیر، دیار خوشحال. زنده باشیم برادر من. عید شما مبارک. صحت شما خوبه؟ عید شما مبارک. روزه و نماز شما قبول باشه. شما زنده باشین، سلامت باشین. زنده باشین. سلام به اخبار دیگه ما برسونم. زنده باشین. امینی. زنده باشین. و علیکم سلام. زنده باشین. اوسم نه برای شما چیکار کنم؟ شماری چی برادر من؟ همون چند روز پیش که با شما تماس گرفتم برای بجای شماره ارائه کنه شما. شماره خود خور یا شماره دوستا؟ نه یک شماره حساب کنه. همین تلفن ما به خدمت شما هر وقت هم به خدمت میدم. این شماره واتساپ کنه. نه برای شماره حساب کنه. کارت برای کردیم شما. چشم خوبه چشم. تشکر. سلامت باشید. قربان لطف شما. خیر. پیروز باشید. خوشحال شدم شما ان شاء الله کام شما دیار خوشحال باشید. سلامت باشین. خداوند شما رو کم نکنه. تشکر از لطف شما. خدا یار جان همین شما باشه. سلامت باشین. سلامت. خدا بخیر باشیم. شب خوشی داشته باشیم. لالا. قربان شما. بعض دوستا محبت میکنم. السلام علیکم. صحت شما خوبه برادرم؟ سلام علیکم. و علیکم. عید شما مبارک. قربان شما سلامت باشین. فامیل محترم خوبم. از کدو کشور به تماس شدیم. نام گل شما؟ بغل دست شما. نه بیا بابا. شوخی میکنم. بابا آلمان بیامد اینجی. آلمان 5000 کیلومتر دوره. شوخی کردم با بغل دست شما. بابا ما گفتم. خوش باشیم، سلامت باشیم. هر هستیم. جان. همین بچگان خود بچه شما درسته؟ این بچه گلاکه. خاطر همشه تلفونه وقتی که خودت کلمه میگفت 5 سال یاد میاد. من تلفن شما دارم گاهی به تماس میشین. خیلی بینیم. قربان شما. خیر بینیم. تشکر.
فضل خدا سلامت باشین. زنده باشین. و علیکم السلام. همچنین از شما هم قبول باشه، کار خدمت باشه، هنرمندا در خدمت شما برادر عزیز. بله زنده باشیم. آقای امینی، نینجان جان و همچنان بنده خلینی و فرزاد جان، ایمان جان، پسر گیلک جان، همه به خدمت شمانیم. البته شاعر بزرگوار چی گفته؟ زعف توفیق خواستم دل گفت پنهانی، چی توفیقی از این بیتر که خلق را بخندم. نه چیز نینجان جانو جان یک مسئله پای کم نکنی که میگم کشمیش تو بیداره چه باید میشه؟ کشمیش چه بود سختی؟ بله یار یا پریانان که ایلام که از او بلندری از پولیساری گذاره تو ایلام دی بله خیر بینید. مثالایی جورم یار باشی. سلام به همه دوستا برسه. جورم یار باشی. انشاءالله به جان شما جان باشه. عید خوبی داشته باشین. به تمام ملت افغانستان عید تبریک بگیم. آقا ببخشید ما پرانی نگفتیم کشمیش دون بیدار شما قرار میکنه. بگیریم از میوه. بگیریم که رفتنیا بخوری که موندنیا دیار خوشحال باشیم، پیروز و موفق باشیم، کار خدمت دیگه با شما ما. بگو اگه وقت داری داخل چوکات باشه هیچ مشکلی نیه بگید. خواهش میکنم. بگو ملاقات خیلی یک روز میمون بشهو. بله. این کشمیش های کار خودی داریدار نزدیک چاره نداره. برای گوشت خود برای کم گذار و کشمیش های بکنم رسیده کنم تن بازه. یا که پیش میمونا بود. میمونا بالا میداد که کشمیش رو برداره بکنن. و چه شما اینجا میکنید دیونه شدید. و وقتی نه خود شما کنید کشمیش بکنید. و شما دیونه شدید. رفتنیا بکنید که رفتنیا رو سر جا کنید. خب تشکر میکنه از این برادر عزیز دیگه. بعد شد. خب خیلی شد. خب باشه من وجه چی کنم از غمی تو، چی کنم از غمی تو، همیشه با چشم ترم، کو به کودش بدش بالا او در بدرم. لیلا 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 مجنون کردی تو ما را، آوارم جانا بیچارم جانا بیچارم جانا. چقدر ناز و ادب، چقدر جور و جفا، زدی از دست غمت داغ و بر جیگرم، زدی از دست غمت داغ و بر جیگرم. لیلا 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 مجنون کردی تو ما را. به کل بچسبی. سلامت باشیم. دوستان نازنین، ما
از کانال رادبورد در خدمت شما هستیم. هر فرمایشی که داریم شماره واتساپ به خدمت شما 2093 797 27 21 31 در خدمت شما هستیم. فرمایش بدیم، خواهش بکنیم که ما اجرا کنیم به خدمت شما باشیم. نگو جان فضل جان میگه دو بیتی دارم. برو بابا برای 4 بیتی داری، 2 بیتی داری، غزل داری، شعر داری. برای هر قوم خویش احوال میدی، برای هر قوم خویش احوال میدی، تو هر بیمار به یک جنجال میدی، دیگه اصلا نمایم با تو باشم، چرا یک سر برای من مثال میدی. با قرآن حس جنگیدن ندارم، با قرآن حس جنگیدن ندارم، یکم پاره شد سیزن ندارم، خدا حافظ و تا روز قیامت دیگه گپ برای گفتن ندارم. به اندازه نخوت دل نداره، بام احساسی و کاگل نداره، نمیگذاره و پالیتو بشینم که هر مغزی و مشکل نداره. ماشاءالله بیبی ما مشکل داره. الهی در بگیره در بدرشه که از این آلوی که خبر شه. الهی دانه که به دست سرک میره گرم بس بفتر و تشکر از فرزاد جان. بله بفرمایید در خدمت شما نیم عید به شما تبلیغ میگیم. سلام عرض ادب به تمام عزیزان. عید شما انشالله خوب و خوش باشه. جان عزیز و دوستای دیگه من اسمای یاد نرفته. غلامی و آقای امینی خوب و خوش باشه. من بازم مزاحم شما شدم. مسئولم دیگه از آلمان گفتم باشه که مزاحم شما باشم. شما مزاحم نیم برای تشکر. بله بفرمایید کار خدمتی باشه و هنرمندا به خدمت شما نه. خدا کنه که عید را به خوبی و خوشی آغاز کنیم و آغاز کرده باشیم. سلامت باشین. تشکر از لطف شما. زنده باشین. تا ببینیم. انا دیگه والله اینجا که ما چیز نخوندم، ما چطور نماز عید که نخوندم دیگه متاسفانه دیگه چون چی را هم شد دیگه. خوب بخیر باشه. همین که سبب شما عید داشته باشیم چون 3 روز عید میتونیم همون عید بگیم که ادامه داره. بله. به خوبی و خوشی عید شما سپری کنیم. ما آرزو داریم که همین برادرایی که از بیرون از کشورن همیشه شاد و خندان باشند. هنرمندان تلاش و کوشش خود میکنیم که شما شاد باشین، گل لبخند به لبهای شما باشه. بیرون از کشوریم شما هرچی نکنیم دق میاریم. مسافری سخته مسافری. بازم ما در خدمت شما نیم، هر کار خدمتی که باشیم. سپاسگزارم از لطف و محبت شما. زنده باشین. خیر ببینیم دیگه. عرض کنم دیگه انشالله که موفق و معین باشین روز به روز. انشالله که چینه شما امیدوار باشین که بیتر و بیتر میشه و دیدم از او هفته خیلی بیتر رفت، بیتر جلو رفت، ویو هم رفت بالا، سابسکرایب هم رفت بالا. انشالله لایک های هم میره بالا که انشالله با امید خدا بیشتر پیشرفت کنه. خیر ببینیم. به قوم خویشا خواهم بگین که ما حمایت کنم، سابسکرایب کنم. دیگه چی بگم دیگه؟ شما رو هم فیسبوک خواهم میگذارم، هم اینستاگرام خواهم میگذارم دیگه، هم یوتیوب خواهم میگذارم، هم هر جا که شما بگیم من شما چی بگم هم اعلام میکنم. قربان شما، خدا شما رو عزت بده. از دست ما چیزی که نمیاره دعا میکنیم به حق شما. خداوند شما رو خیر بده. نعیم جان عزیز تشکر. زنده باشین، سلامت باشین. قربان شما دیگه. خداوند شما عزت بده دیگه. گذرگی دیگه، گذرگی ها بالاخره چی میگم بی معرفت میان. خدا نکنه. از کجای گذره هستین؟ ما از دینویم. بسیار از دینویم. بسیار تمام ملکای دنیا رو بگردیم نام شما گذره نمیشه. بله راست. امروز صبح هم جا شما سبز، من شخص خوده هنرمندایی که به کنار هم 20 نفرم پشت تکنیکم نماز عید هم خود زیارت جا خوندیم. یا شما خیلی خیلی بده امروز. خداوند قبول کنه. باز انشاءالله میبینیم تصویرات، باز ببینیم که نام خدا چیز از خلایق بدین جواب که تمام همون دشت یا کنم.
بله خداوند قبول کنه با الله انشالله بخیر خدا درست کنه که ما بخیر به زودی بیایم بخیر حالا که فعلا تا ایران بیشتر نمیتونیم بیایم اجازه نداریم روی طرف بیایم انشالله که قسمت کنه چند یکی دو سال دیگه انشالله اجازه پیدا میکنه خدای پاک بزرگه ولکم از ما یک آرومی خوب بشه بشده انشالله بیتر بشه که بتونیم مرد زندگی کنیم به این کشور خداوند به مردم افغانستان فقیر افغانستان خداوند رحم کنه انشالله که رحم خدایی بیاید چون که از انسان ها فعلا نمیده که آدم میبینه از کسی کار بر نمیاد مشکلات زیادی من میبینه آدم به چشم واقعا یعنی جگر خون میشه یک آدم نمیتونه که مثلا لقمه نوشه خود به درستی پیدا کنه و یک اعتراض خاصی هم دارم از این متاسفانه چی بگم بعض وقتا از اون آدمایی که میپرسی میبینی 7-8 تا بچه داره وقتی از این میپرسی آخه خواهرم و مادرم چری مثلا پدرم چری تو 8 تا بچه داری این 8 تا بچه تو آخه تو اینا درس مایه اینا نور مایه اینا علم مایه اینا چی رو هم تو آخه پیدا میگه خدا داده خب درسته خدا میده فرزند میده خدا ولی انسان میتونه جلوگیری کنه حداقل تو یکی برسون به جای بعد از او هایش من میگم ده میده متاسفانه و افغانستان همین رسم و رواج بعد شده راست میگیم ایکو گفتن شما راست میگیم مشکل حل میشه منطقه باز در رابطه می چون رفتم یک برادر خواهش کردم یک نمایش میسازیم منطقه یعنی چی رو باید کسی نیه که از ما از اینا بپرسید شما با خود بیادیم دیگه ما شعار میبینیم عمل هم میکنیم دیگه تنیه دیگه بله انشالله به همین نینجان عزیز بن بزرگشاه حداقل از این هم یاد کنیم که بگیم چند تا بچه داری که حداقل همین یادآوریش برای همین جوانایی که باز دوباره به سر پا میشن و بالاخره زن میگیرن همینا تجربه بشه که نیارم 10 تا حداقل بیارم که زندگی اینا درست بشه وقتی میبینم وضعیت خود اینا زیر صفره راست میگی نون سه خود پیدا کرده نمیتونم راست میگی ولی 5 تا 10 تا هم بچه مایم راست میگی خیلی جالب من از یک برادر البته چند دفعه پرسان کردم لالا شما چند اولاد داریم مثال گفته 5 تا گفتم چند تا پسر هم چند تا دختر گفته 6 تا پسر هم 4 تا دختر ما گفتم شما میگه من 5 اولاد دارم میگه دخترها سیوایه گفتم دختر هم اولاد دیگه اما با هم 10 تا شد دیگه همون سامر بدیدم واقعا میگه فرزند سالی یکی از گلهای بشته اگه ما بچه کم هم چی بگم دیگه برفته حساب کتاب و دست نبرفته این بچه چند تا بچه داره چند تا هم دختر بفهمید گناه است کنه گناه از خانومای قدیم به خصوص یا عروسان میگن یک دیگه به دنیا بیار دختر را میگه پسر باز پسر میگه خیلی یک براد دیگه مایه باز خواهر دیگه مایه یکی مثل مسائل کنفرانس شما رو پیدا کنید این حل کنیم او بیوی شما بود اگه به ایخان کل به ایخان مردم این نکنید میگم ایتا باور کنیم ما یکی از اطراف رفتیم به دیویدی یک نفری 12 تا بچه داشته گفتیم خوبی بچه شما چیکار میکنن گفتن ولو نمیفهمم که دقیق چیکار میکنن اسماعیل هم بیاد ملیه شما میگیم چیکار میکنن گفتیم خوبه دیگه خب دیگه فرمایش امر خدمت برادرم سلامت باشین تشکر از لطف و محبت شما یک قصه کوتاه هم میکنم و بیار خو همین بیار میکرد خوب یک شاید مر ببینم هم صدام بشته مر میشناسه من خداوند بیامرز مادر مفوت کرد مادر اولی این خب من از همه شکایت دارم نه که تنها از غریبه از اون پیار خواهم این چی بگم 13 تا بچه 14 تا بچه به دنیا آورد و بالاخره یله کرد و این کوچه بازار یکی به این کشور یکی به اون کشور یکی به اینجا یکی به خودم به ایران بالاخره یک روز من زنگ زدم این حال یک زن جدیدی کرد یک زن جدیدی کرد بعد
ولی زنگ دادم بابا خب گفتم شما 14 تا بچه به دنیا آوردی بالاخره نه که خود مثلا اینا بالاخره بال تازه که زن گرفتی شروع کردی دوباره به نسل جدید حالا تازه 4 تا دیگه داره چی واقعا بابا شما دوباره نسل جدید و بعد از 50 سالگی کار انجام بدی همین نیست کارا هست بفهمه به ایران هم پدر شما؟ نه با امیرات هم بسیار خوب دیگه البته دیگه ما فعلا تازه ریشان هم دیگه لالا شما چرا گیله میکنیم؟ دل رفتگی دارم من دل دارم دیگه این تصریح خورم رنگ میکنه که باور دیگه میگی بچه 14 ساله خیلی باشه تیارا خوشحال باشیم خوشحال شدیم صدا شما شنیم زنده باشیم این جان عزیز تشکر از لطف شما خوشحال شدم که خود شما هم کلام شدم زنده باشیم همچنین خیر ببینیم سلامت باشیم من یک چیز درخواستی هم دیشتم اگر لطف کنیم همین که یک آهنگ هست که چیز خونده همین نون شوق خور نداریم چون همو چی میگه بیچاره نداریم و دنبال چی میگردیم چون یک چیز یاد نظر رفتم ماله او خوندنه دیگه اینا شروع بسیم شهر دوستاز بلد باشم اینا بلد باشم به خاطر از این که اول اون که کاکو میزن کنم نه چیزی میگم عبدالواسی عطایی درسته بسیار خوب خوب خوشحال شدیم بیادبی نباشه امور برای ما یک زمزمی بکنیم که دیگه انشالله ما هم گوش کنیم مخو یاد نمیره با شما نونه چای سن داری خور بیشاره بچه چی بگرده اول باشه اگر راست بپرسیم اینا آهنگ تنزیه یعنی آهنگ کمیدیه آهنگی هست که به مقابل از این بعد نقش کار کرده شه شما از هم از ظاهر هر کدام ما این فرمایش دیم هم ناشناس از استاد امیر محمد از بلتون از کی بگم دیگه تمام هنرمندایی که به تمام دنیای فرمایش دیگم شما مال بخونم هندی دیگه ایرانی فارسی پشتو ترکمنی هر چیزی ترکمنی انا منتها همین آنگاه تنزیل خیلی علاقه هم ندارم بخاطر که هم هر کس به مو کرکتر و چیزی میزی به خودی که بودم دانم میای که بخونه امو واسی جان عطایی عبدالواسی جان عطایی برادر دینی مانم امو آدم میخونه واقعا بزی میایم بله انشالله که بتونیم اگر باشن یک روز به برنامه خوب بیاریم انشالله بیاریم کنه به خدا باشه انشالله چه نه بیاره کنه جامعه نرفته باشه که هفته بعد به خیلی خوشی انشالله بیاریم بابا خدمت شما باشه انشالله خب همه دیگه سپاسگزارم خیلی ببینیم بازم همون دیگه همه خوب خوش باشیم بازم اگر تونستیم آهنگ چی میگم مسافره که بچه برادر جانو خوندم اونم اگه تونستیم بخونیم بازم سپاسگزارم تشکر از تک تک شما عید همه شما مبارک باشه انشالله درسته باشه می آهنگی که اونجا باخچه میگه الا ای و خدای ای باز جان محبوب برگم کن به غربت شد مسافر الهی دهرت رفت رو به دریا نگه دارش تو باش حافظ و ناصر کنج باغچه دل و ماتم گرفته خدا آسمان مار به دست کم گرفته چرا نمازی شم شده به شهر هرات لبی بام یارم غم گرفته چرا خدا چری تو شده را جان
ایران چریچو شد سیاوشان سیاوشان ایران جان ایران جان نگاه بده برو ترمز دارم چای بیار برو دیگه بخیر بابا این دیگه سمیوری کنی به چین آدمی به شب میکنه به تا دار کوچه نه که ولی نه نه بره چایا بیار نه که گردان رو بند باشه برفا به کوچه میگم 50 تا گل پیدا شده گل پیدا شده گل چی به یه دستی دیوار آمده میدونم میگی تو برو ترمز چای دم کنم برو من پا بنندای عزیز برو بنندای عزیز به خاطر گل روی شما بچگان من چکنان جانه که من به زینا گفتم که نه این اگر این تهلکی شد آرستی کنی آقای محمدی تکنیکال ما خودی بچه خاله من پشت دوربین هم اینا که به خود زوف کردم آبا یاد کردیم برو وقتی برو اونجا ترمز بیار کن همینجا با چهار که بیار که باز نه اینجا کنه یا ما این برای خود کمک کنه یا برای خود کمک کنه نه دیگه دیگه یا ما این برای ما این نه نشو بترسه یا برای کمک کنه ایران رای کنه برو پیالا دارم برای چیزی ترمز دارم چهار تو پیالا رو کنه باشه یک آهنگ به دوستان بخونم تا تماس میآیه خیلی خوبه تا به صد ناز و ادا موی خودشان کدی مرا دیوانه کدی تا به صد ناز و ادا موی خودشان کدی مرا دیوانه کدی ای سلسله بلگی درختان گلکیم آزرده شده جوی تو جانم دلکیم پرواز کنم روم به ملکی دیگره پرواز کنم روم به ملکی دیگره پیوسته شده به یک مسلمان دلکیم گپ دراز نکو این همه ناز نکو وا 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 اشباه ساز نکو گپ دراز نکو وا 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 میخواستم ای جان که تو جانم باشی مهتاب شوی در آسمانم باشی در باغی امیدم تو چو گل خنده کنی غمخوارم و یار می روانم باشی گپ دراز نکو این همه ناز نکو وا 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 اشباه ساز نکو گپ دراز نکو وا 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 آمدم پشتی دری چراغکش می سوزه عرقچین می دوزه آمدم پشتی درش چراغکش می سوزه عرقچین می دوزه آنقدر در زدم در برویم وان نکدی مرا دیوانه کدی آنقدر در زدم در برویم وان نکدی مرا دیوانه کدی تا به صد ناز و ادا موی خودشان نکدی مرا دیوانه کردی واقعا کیف داد سلامت باشید دوستای نازنین شماره دم خیلی نگیره شماره تماس هم 2093 797 27 21 31 شماره واتساپ ما در خدمت شما هستیم. انا بالاخره ما رو تنها نگذاریم، کانال سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم که بخیر بتونیم ویدیوهای بیشتر ما مبارک رمضان هم پشت سر گذاشته شده. انا بخیر خوشی ان شاء الله به خدمت شما داشته باشیم، هم از گزارش هم از نمایشنامه انا به خدمت شما باشیم. انا اگه شما سه نفر یک لطفی بکنیم به خاطر که من کمک بشورم در نمایش همین پلاس زعفرانا شما چرا ما نظر نمیدن؟
همین بچه خود رای کنید که این کیلو زعفران شما برو در بدم، اگر نمیدم بریم عرض کن. بگم بابا بله بابا. من دارم پیش این مبارزه چند دفعه برفتم. خب بله. برای و برو بگو این دفعه دیگه این دفعه کار نداره فضل احمد خان گفته پولا زعفران رو میدی بریم، اگه نمیدی یک قشقری برا بندازم، خب که مگانی نزیدی نه روز درام من ریکت من میگم براتون ما خودی گام بسنم انگار که دیوار میگم والله اگر دفعه گوش بدید من کار ندارم. اون شما اختیار خود داریم من میریم جا دارم میندازم خودی خب دیگه تو نگاه کن، دل بده عشق بریزن، بچه که میراسا بمونه همه به زی میمونه، پولا بمونه همه به زی میمونه، برنامه نمیکنه که برای دو تا جنجال بکنه. هم که من مردم سر خود دلشتون بمسر میراسا بخش و تقسیم و هم مده باز شروع میشه. خود نمیده چیکار کنم؟ برو وردو زنی بکنه که پولا زعفران رو بده دیگه. برو اگه دیدی نداد باز ما خودی کار برو. کاکا سلام علیکم. و علیکم السلام. زنده باشین. سلامت باشی، زنده باشی. کاکا خود شما میفهمید که این پام دستام درازتر شده. خب همین پولا پیار شما چرا نمیدین؟ من وقت میرم خودم جال میندازم چرا نمیدین؟ اما که میان شما جواب نمیدین. بالاخره میدین یا نه که نه نمیدین که پیار بچه خود لابد که تو نیکا. من بچه رو من بیامدم بنوانی. بچه خیلی آدم بچه پیار خوده. اولا پیش خود خمیده. پول بستم دارم تو خود چه از موبایل شپال استفاده استفاده سبا روزی بیار پیار که. یا قناعت شما حق خود میگیرین. شما چی کار دارین؟ خدا نمیکنه من مداری آخره. خب شما با موبایل چی کار دارین؟ برای رادی چی کار دارین که ما چه کار میکنیم یا فالو میکنیم؟ شما حق ما بدید. من موبایل کردو خودی پیار خودت تو خدا کردو. خدا میرواز میکنم که بعد از دست تو واسه باشه که میبراس کو. قرضار تو بکشته. یعنی میتونه کاکو. یعنی میتونه. اینو نکنیم کاکو همین یک ساعت بعد میام دم سر شما. برو وقت بیا. میگم بابا براتون بابا همین اعصاب خراب تو مایه به روم بزنه. گپ زور میزنه. گفتم میرم دست تو عرض میکنم. دیگه برو زور تو کمر دست تو امازو. آخه پولی که ما زحمت کشیدیم، پول زراعته، آخه زعفران، طلای زور ایده میکنه تو صاحب بابا خود میرم خودی بکنم. گفتم گپ بیهوده میزنه میگه پیار تو میره اون موبایل که مثل شپال داره از اونا میخره. ما آخر گفتم تو چی کاری داری بخره؟ خدای من بکنه پیار من مقدار کنه دیلو. نه ما بفهمیم. بابا. سلام مامان نظر. و علیکم. بگو مامان نظر دیگه خیلی همین پولا زعفران رو میدی. آخه نکو، آخه من زحمت کشیدم، بچه من زحمت کشید، خانم من زحمت کشید، اینا رو کشت کردیم، اینا رو به بر رسوندیم، دونه این زعفران رو بچیندیم. آلی پولا ما رو نمیدی. خدا خوش نمیایه کار بعدیه دیگه. گفت پولا تو بدو. تو فهمیدی که میده اتفاق افتاد. کجا بیار والی؟ آره. من چه کار کنم؟ یعنی تو بگوی رای به من بسنجم. رو چه کار کنم؟ دماغ کنی کار باشه. چه کار شو؟ رو چه کار شو؟ گفت که زعفران ما سمور به شهر. من کوکر شو. و تا سر رو بگی تا بسوندم زعفران. یعنی آل زعفران دو زن پیدا شده. عمود چلسی برای مرمان. سر خریده ما کرد بگیره چیه؟ گفت زعفران از اون خطا خود. گفت به طلای سرخ کو. یک وقت پول بیتاره. ارزش بیشتره. خلاص. وارد شب رفتم. یعنی مقصر بانی بابا. کی گفت شما مقصره؟ من مقصریم. بدیم پولا ما بدیم. پولا شما بده کجا بیارو؟ میگم. نه. همین یک کاری بکنی که الو سلام شب بخیر. سلام شب شما بخیر. خود معرفی کنید که کجا تماس گرفتیم و نام شریف شما چیه؟ عبدالرؤوف هستم از سویدن تماس گرفتم شما عید تبریکی بودم. خدا کنه عید خوب خوش داشته باشیم. از سر روز چیکار تو زندگی ان شاء الله خوش شه. زنده باشین. نماز و روزه شما قبول باشه. عید هم برای شما تبریک میگه پیشا پیش اگه برنامه عید نشده. در خدمت شما هستم. هنرمندان بفرمایید. امر کنید. امرنتی اولاد که اول پرسی سلام علیکم عید تبریکی خواستم زنگ زدم شب عید گفتم تبریکی بده. تشکر. لطف کردین. الان وقت داریم واقعا ما برنامه باشن خیلی تعقیب میکنیم. برنامه زیبای شما همگی شما واقعا دوست داشتنی.
زنده باشیم. زنگوله را فشار بدیم وقتی که نگاه میکنه. بله میگو وقتی که نگاه میکنه سرسید آواز بر میکنه زنگوله فشار میدیم. والله ما چیز بقول ما چیز چی میگم از بیننده ها قدیمی شما ما از وقتای یعنی خیلی وقت ما طرفدار برنامه شما بدیم زمان چند سالهای پیش. بله. بسیار خوب. خیلی خوشحال شدیم. صدا شما شنیدیم. از کجا هستیم؟ از هرات. شما درست. بله. بله میشه با تلویزیون صدا شما خیلی دور بود واقعا نشیدم. بله. بگو از هرات در کجایی؟ نه کدوم منطقه؟ هرات واقعیت بگم ما اصلی از پدر و اینا که هست از نهی دوی فیروزآباد. باز کلان شده باغچه گل‌ها یعنی باغچه چه زیجات مخابرات بودن باغچه گل‌ها تازه اسم گذاری شده مدت 5 سال میشه. دیگه توش زندگی کردیم. زنده باشیم به هر کجا هستیم سلامت باشیم زنده باشیم. سوال چیز اگر اینجا داریم از آقای گلمی از همکار ما داریم از فرزاد جان داریم در خدمت شما. سلامت باشیم همه شما. والا سوالی هم از ادب واقعا با همه کلام شم واقعا نیم جانو واقعا دوستشین آقای غلامی یک از شناخته همون واقعا بگم تشکر. آقای غلامی خود معرفی کنم اونم من میشناسم. درست میکنیم. بفرمایید خود معرفی کنید. معرفی کردم. آقای غلامی با برادر عبدالرازق هستم. عبدالرازق قایدی. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. کار خدمت باشه با ما هر امر فرمایش داشته باشه ما به خدمت شما. سلامت باشین. تشکر. واقعا برنامه زیبای شما دیگه است. ما لبای با خنده پیش میبریم واقعا چه سرشنی واقعا چی واقعا چی رو تعریف کردم. ببینید. خواهش میکنم شب خوشی داشته باشیم. عید ان شاء الله به خوبی خوشی پشت سر بذاریم. در سه زندگی همیشه موفق باشیم. تشکر واقعا از برنامه زیبای شما. سلام باشه. تشکر از شما که تماس گرفتین. ممنون. خواهش میکنم شب داشته باشید. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. تماس کرد. به خیال ما تر دم بدم 4-5 جا بشه خیریت باشه. ها؟ بردارم. چی برداری؟ خواه دارشته برداری؟ مالتا مایه. سه بنیم کار بگو اشخاص یک مالتی مایه. دستان که بلام میکنم. اینا جیزه. اینا جیزه جیزه. خیلی دل ما خودی از اینا رفیده. خیلی دل ما خودی از اینا رفیده. دلسوزی داری بود مقابل از اینا. یاده خیلی خود نزدیک نکنه. چی احساس میکنید همین رو میبینید؟ احساس نمیکنم که دست از اینا خورمال به کشته میکنه. خب آهنگ بکنم استاد دیگه شده. شما بیننده خواهشم بکردم. من خوندم یاد ندارم. اما چارویدی چی بود که داره بگه؟ ایو برفت نکن کدوم بود. برای من آهنگ بکنم. دیگه یاد ندارم استاد آهنگ شما نمیدونید. بکنیم آهنگ. شما بکنید از من یاد ندارم. بخونید. میگم تو خیلی دمی خوردن شب درمیت خوندن تو ثابت میکنی برای دستپندا که میرفتی دهن که شکم تو گوش نباشه که میچون کیچیری چرب باشه و غرمه گوش دادن باشه. برو دیگه بچه که میگم نمشکم بکن. ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من ای شکم فدایت 100,000 جان و تن من نونمفت اگر دیدی تا بکر کنگ جاکو میکنم فدا جان را
گر شب پلنگ باشد میکنم فدا جان را گر شب پلنگ باشد ورمه از گوشت شیشک گفتران گر باشد ورمه از گوشت شیشک گفتران گر باشد از بر این جلیل آفر یکی چیری نرموچد یکی چیری نرموچد از بر این جلیل آفر یکی چیری نرموچد یکی چیری نرموچد ما سچد که در عقب گوشتلم جلو باشد ما سچد که در عقب گوشتلم جلو باشد ورمه سبزیگر باشد لوبیا در آن مخلوط لوبیا در آن مخلوط از خلال در جان یک کاسی بدو باشد از خلال در جان یک کاسی بدو باشد میکنم فدا جان را گر شبی پلنگ باشد. یه هم تقدیم به تمام بیننده‌های که ما را اکنون مشاهده میکنم دوستای نازنین. خب ما مثل که شب عید هم هسته آره ما دیگه این هسته که دیگه اگر اجازه شما دوستان نازنینا باشه ما همینطور یواش یواش تا 5 دقیقه دیگه هم به خدمت شما هستیم به خاطر که شبای عید میفهمیم که دوستا و فامیلا میایم حداقل بعضا فامیلایی که از خودم طرف شب فامیلی میایم به جا همدیگرا خوب ما میفهمیم که خودمون که میفهمیم آدم ها کلیدیا خونه مثلا باید حتما باشه. دوستای نازنین با تا هفته بعد که امشب باز به خدمت شما باشیم شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا کنه که امشب لذت کافی از این برنامه برده باشیم. دیگه من گپ و سخن ندارم. کانال رادبوک در خدمت شما هست. سابسکرایب و لایک و شیر یاد شما نره. باز ما به خیر خوشی به برنامه‌های بیشترتر در خدمت شما هستیم. موفق و جور و سعادتمند باشید. اختیار دست شما دوستان. تشکر می‌کنم از نینجار جنوب از شما بیننده‌های عزیزم تشکر می‌کنم که ما تحمل کردیم. اگه کمی و کستی رو برنامه لایف دیدیم ما رو بزرگواری خود باشیم چون لایف وقتی که هسته خب هرچی نکنیم نابزیر کمی و کستی وجود میاد. خدا کنه که بیرون از کشور این برادرایی که بیرون از کشورن به خوبی و خوشی فردا عید کنن عید اینو همیشه عید باشه همیشه پیروز و موفق باشیم. ما هنرمندا فراموش نکنیم کانال ارادبور که سابسکرایب کنیم زنگوله فشار بدیم و دیگه هر لطفی میکنیم به هنرمندا کنیم. تشکر از لطفش. خب من به نوبه خود بازم تشکر میکنم از شما که تا این دقیقه ما را همراهی کردیم و از همکاران ما کسایی که با پشت تصمیم ما را همراهی میکنم. میگه بازم عید شما مبارک زنده و سلامت باشیم. وقت خوش داشته باشید. همچنین دوستان عزیز عید شما مبارک باشه. پیش و پیش اونایی که بیرون از افغانستان هم اونایی که داخل افغانستان هم بازم عید اونایی که بیکی میگیم. همونطور که اینجا گفتم انشاءالله باز هفته در خدمت شما نیم و همچنین آقای گلمی که گفتم بالاخره برنامه لایف کسی خود داره با بزرگواری خوب ما ببخشیم برنامه ما همینجا شاید پایان یافته و همینجا ما از شما خود پیدا میکنیم تا هفته دیگه و دیدار دیگه از طرف من خداحافظ. ای خفته سحرگاه برخیز بگو تو الله هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگو تو الله عمر تو شد 20 ساله قدی تو نحاله عمر تو شد 20 ساله قدی تو نحاله با چندونه پیاله
برخیز بگو تو الله، برخیز بگو تو الله، ای خفته سهرگاه برخیز بگو تو الله، هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگو تو الله.